درست وقتی که به سن کنکور رسید پدرش رو از دست داد. پدری که نظامی بود و با داشتن 8 بچه قد و نیم قد زندگیش به سختی میگذشت. با وجود این مصیبت اما تنها امیدش قبولی توی کنکور و رفتن به دانشگاه بود تا بلکه با درس خوندن به جای برسه. اما تا دیپلمش رو گرفت تمام دانشگاه‌ها به بهانه انقلاب فرهنگی تعطیل شد. فرصت کار آزاد هم نداشت چون باید طبق قانون میرفت خدمت سربازی و از بدشانسی درست تو همین موقعیت جنگ هم شروع شد و اعزامش کردن به خط مقدم جبهه، جایی که معلوم نبود برگشتی داره یا نه. این شروع ناامید کننده قصه یکی از موفق ترین چهره‌های خاورمیانه و پایه‌گذار برند معروف شیرین عسله. تو این برنامه میخوایم از یونس ژائله صحبت کنیم. اگه علاقمندید قصه ایشون رو بشنوید ما رو همراهی بفرمایید. سلام. هر موفقیتی داستانی داره. داستانی پرفراز و نشیب و تجربه‌هایی از شکست‌ها، موفقیت‌ها و ناامید نشدن‌ها. داستان آدم‌هایی که خواستند، تلاش کردند و رسیدند. تو این پادکست داستان زندگی آدم‌های موفق رو مرور می‌کنیم تا با آشنایی با تجربه موفقیت دیگران ما هم مسیر موفقیت رو درست پیدا کنیم. من مصطفی علمی هستم و این دومین اپیزود از پادکست داستان موفقیت که در آذر ماه 1403 تقدیم شما میشه. یونس ژائله سعدآباد متولد سال 1341 در شهر تبریز محله خیابونه. یونس در خانواده پرجمعیت با 8 بچه و پدری نظامی به دنیا اومد و به همین خاطر مدام در حال جابجایی از شهری به شهر دیگه بود. طوری که یونس در تبریز به دنیا اومد اما شناسنامه‌اش از مرند گرفتن چون پدرش بعد از تولد یونس به مرند منتقل شده بود. یونس مدرسه و دبیرستان رو اینجوری طی کرد و 17 ساله بود و تازه 1 سال از انقلاب میگذشت که پدرش رو از دست داد. حالا یونس یه جوان 17 ساله بود که داشت دیپلم میگرفت و درست در همین مقطع از پشتیبانی تنها حامیش یعنی پدرش هم محروم شده بود. یونس تصمیم گرفته بود که بعد از دیپلم به دانشگاه بره اما درست زمانی که دیپلم گرفت همه دانشگاه‌های ایران به یک باره تعطیل شد. سال 59 مصادف بود با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌های کشور و بعد هم موعد سربازی و دقیقاً در همین زمان هم شروع جنگ تحمیل. بدشانسی پشت بدشانسی. یونس به خدمت سربازی رفت و بلافاصله اعزام شد به جبهه کردستان. جبهه کردستان چند تا مشکل عمده داشت. این جبهه هم باید با عراقی‌ها می‌جنگیدند و هم باید مراقب اعضا و عناصر 2 حزب تجزیه طلب دموکرات و کموله می‌بودند. اونم تو سالهای 60 و 61 که اوضاع خیلی خیلی عجیب و سخت بود. و 24 ماه بعد یونس از خدمت برگشت. وقتی برگشت دیگه از صرافت ادامه تحصیل افتاده بود. میخواست وارد بازار کار بشه. اما خانواده‌اش اصرار داشتن که یونس بره دانشگاه. حتی ثبت نام کنکور رو هم خانواده‌اش براش انجام دادن تا به زورم که شده یونس کنکور شرکت کنه. خلاصه یونس توی کنکور اون سال شرکت کرد و اتفاقاً تو رشته کارشناسی بیهوشی دانشگاه تبریز پذیرفته شد و از مهر ماه 1362 رفت سر کلاس دانشگاه. یونس که تو این سن و سال دوست داشت درآمدی داشته باشه و بارش روی دوش خانواده نباشه، تصمیم گرفت همزمان با تحصیل کار کنه. اما تخصصی که نداشت. بابای مرحومش هم که نظامی بود. بنابراین تنها کاری که به نظرش می اومد میتونه انجام بده مغازه‌داری بود. از بخت بد سرمایه‌ای هم نداشت. یه فرش تو اتاقش پهن بود که اون رو توی بازار تبریز به 8000 تومان فروخت و همین پول ناچیز شد سرمایه یونس قصه ما. یه فرش کوچیک داشتم تو خونه، تو اتاق خودم بود. اینو بردم فروختم تو بازار فرش فروشا، قیمت 8000 تومان در آورد. بعد این شد سرمایه کار.
یونس یه مغازه کوچیک اجاره کرد و شروع کرد به فروش بیسکویت و شکلات و از این جور مواد غذایی. یونس توی دانشگاه دانشجوی درسخون و پرتلاشی بود، اما آینده خودش رو هیچ وقت توی رشته تحصیلش نمیدید و مدام با خودش میجنگید که این رشته رو ول کنه و بره دنبال سرنوشتش. اونقدر با خودش کلنجار رفت که سال 4 دانشگاه که تقریباً چیزی تا فارغ التحصیلش نمونده بود، تصمیم سختش رو گرفت. از 145 واحد درسی یونس 127 واحد رو گذرونده بود و تا کارشناسی فقط یه ترم دیگه فاصله داشت، اما یونس تصمیمش رو گرفته بود. اگه هر کسی دیگه جای یونس بود میگفت حالا این یه ترم رو هم تحمل کنیم، مدرک رو که گرفتیم بعدش ببینیم، اما یونس با بقیه فرق داشت. یه بار که با همکلاسی‌ها گرم صحبت بودن، یونس برگشت و گفت من از امشب میخوام برم. رفقاش که با بهت نگاش میکردن بهش گفتن شوخی نکن، این همه زحمت کشیدی، کجا میخوای بری آخر ترم آخری؟ خلاصه کلی اصرار و سوال و این صحبت ها، اما یونس خداحافظی کرد و سوار ماشینش شد و از دانشگاه اومد بیرون. درست در همین لحظه اتفاق عجیب دیگه ای میفته. بمبارون هوایی میشه و هواپیمای دشمن دانشگاه رو میزنه و یکی از بمب‌هایی که توی دانشگاه میفته درست در همون نقطه فرود میاد که چند دقیقه پیش ماشین یونس اونجا پارک بوده. و از اون رو جدا شدم. درست لحظه که ماشینم از اونجا برداشتم اومدم رسیدم خونه ما، خیابون امام خمینیه، خونه پدریم اونجا هست. خب بچه خیابون موندیم دیگه، اصلا محله خیابون. تا رسیدم سر 4 آبرسان بمباران شروع شد و درست من برگشتم ببینم چه اتفاق افتاد. درست هم 3 نقطه زده بودن، یکیش محلی که بود که ماشین من پارک بود. یونس از فردای اون روز به دانشگاه نیومد. یونس شکل کارش رو کمی تغییر داد. محصولات خارجی اهم از بیسکویت و شکلات رو فله‌ای می‌خرید و در همون مغازه اجاره کوچیک شروع کرد به بسته‌بندی و فروش اونها. این وضعیت تا سال 1367 ادامه پیدا کرد. بعد از اون یونس سعی کرد فروش محصولات خارجی رو به نقاط مختلف ایران با جدیت بیشتری ادامه بده. یه سفری رفت به شهرهای مختلف ایران و با همه مشتریان ارتباط برقرار کرد و عملاً تجارت پرسود از اینجا آغاز شد. حالا دیگه جنگم تموم شده بود و کشور کلی کمبود مواد غذایی داشت، از روغن و شکر گرفته تا ماکارونی و بقیه مواد غذایی. یونس از ترکیه جنس می آورد و در داخل توزیع می کرد. یک تجارت واقعی. صداقت، خوشقولی و خوش حسابی یونس باعث شده بود تا مشتریان اعتماد خوبی بهش پیدا کنند. این وسط یونس یک کار دیگه هم انجام داد. بازار رو رصد می‌کرد و با توجه به نیاز داخلی به یه سری کارخونجات داخلی هم سفارش تولید میداد تا هم نیاز مشتریاش رو برآورده کنه و هم باعث رونق کارخونجات داخلی بشه. یونس برای بالا رفتن کیفیت محصولات داخلی یه سری نمونه‌های خارجی رو میداد به تولید کننده ها، میگفت مثل این نمونه‌ها رو تولید کنید. البته بازارش رو هم داشت. اینجوری هم به تولید کننده داخلی که بازار فروش نداشت کمک میکرد و هم کالا رو ارزان‌تر به دست مصرف کننده میرسوند. شبکه بازاریابی یونس و مجموعش کم کم بعضی برندهای ایرانی رو هم در بازار معروف کرد و هم صادرات این کالاها رو به کشورهای منطقه آغاز کرد. این برندها که با تلاش گروه یونس ژائله جا افتاده بودند، کم کم تصمیم گرفتن که خودشون محصولاتشون رو بفروشن، نه اینکه محصولاتشون رو از کانال یونس به بازار برسونن. چه کاری بود اصلا؟ و این یعنی نابود شدن تجارتی که یونس با تلاش و پشتکار زیاد راه انداخته بود. وضعیت داشت سخت میشد و یونس باید کاری میکرد. خب اینا گفتن که ما خودمونم میتونیم بفروشیم دیگه، چه دلیل داره به شما بدیم؟ بعد همین انگیزه برای ما شد که خب شما که حالا تعهداتتون نمیخوان انجام بدیم، من نمیتونم در مقابل مشتریان خودم تعهد بدم و بهشون قولی بدم و نتونم اینو عمل کنم، برای من قابل قبول نیست. وضعیت اصلا خوب نبود. یونس ژائله سال 1370 تصمیم مهمی گرفت. اون تصمیم این بود که خودش یک واحد تولید بیسکویت سازی بزنه. قبل از هر اقدامی رفت به دانشگاه تبریز سراغ گروه صنایع غذایی و یه سری کتاب‌های چند جلدی به نام بیسکویت میکینگ دانشگاه آکسفورد رو از اونجا به امانت گرفت.
همه رو کپی کرد و شروع کرد به خوندن این کتاب‌ها، اونم با دقت و حوصله بسیار زیاد. یونس سرمایه زیادی نداشت که ماشین‌آلات وارد کنه، بنابراین با خلاقیت و دانش خودش و با کمک یکی از آهنگرهای تبریز اولین ماشین بیسکویت سازی رو در کارگاهی در دروازه تهران تبریز ساخت و اینطوری خط تولیدش رو راه انداخت. اولین ماشین بیسکویت سازی رو با کمک یه آهنگری در همین دروازه تهران شروع کردیم ساختیم. پولی که نبود که بریم مثلا سرمایه زیاد داشته باشیم بدیم یه خط بیسکویت بخریم. اولین بیسکویت تولید شده یونس مهر ماه همون سال روانه بازار شد. یونس همین مسیر رو ادامه داد و شروع به ساخت دستگاه‌های مربوط به تولید کرد و مدتی بعد با آزمون و خطا فرمول تهیه محصولات رو کم کم به دست آورد. یک سال بعد در سال 1371 با تأسیس واحد تولیدی کوچیکی در شهرک صنعتی تبریز شروع به کار کرد. اون موقع این شهرک تازه تأسیس شده بود و تقریبا میشه گفت بیابون بود، اما پشتکار این جوان تبریزی باعث رونق اونجا هم شد. یونس ژائله بعد از پا گرفتن تو این صنعت شروع کرد به خریدن شرکت‌های رقیب مثل سالمین و حتی شرکت‌های کارتونسازی و بسته‌بندی و اینجور چیزا و کم کم شرکت شیرین عسل اینطوری گسترش پیدا کرد. شیرین عسل تا سال 1384 یه چیزی بالغ بر 30 میلیون دلار درآمد ارزی از صادرات داشت. همه چیز داشت خوب پیش میرفت. بعد از بیسکویت و کیک و کلوچه نوبت کارخونه تولید کاکائو بود تا بتونه انواع شکلات‌ها رو خودش تولید کنه. کارخونه که به بهره برداری رسید و خواستن محصولاتشو به بازار معرفی کنن، ناگهان یک اتفاق بسیار بد افتاد. کارخونه در اثر یک بی احتیاطی آتش گرفت و خیلی زود آتش به همه جای کارخونه سرایت کرد و تمام کارخونه در آتش سوخت. یک شکست بسیار بزرگ برای یونس جوان که در یک شب هر چی تو این سالها ساخته بود خاکستر شد. این اتفاق چند روز مونده به نوروز 1387 افتاد. Sənəti Şəhid Səlimi şəhərində şokolad tolid edən bir şirkətin yağlı danalar vahidi yanğına düçar oldu. یونس ژائله بیدی نبود که با این بادها بلرزه. 6 ماه بعد با اراده ایشون و نیروهاش کارخونه بهتر و مدرن‌تر از کارخونه قبل ساخته شد. کارخونه‌ای که در نوع خودش در خاورمیانه بی‌نظیر بود. یونس ژائله هنوز هم مدیرعامل گروه صنعتی شیرین عسل، مجموعه‌ای با بیشتر از 15,000 نیرو و محصولاتی که امروز به 70 کشور دنیا در هر 5 قاره جهان صادر میشه که فقط یک قلم از اونها صادرات کاکائو به کشور سوئیس، مهد شکلات و کاکائوی جهانه. بگذارید برگردیم به 40 سال پیش. شاید اگه یونس اون چند واحد درسی رو تموم میکرد و بعدش هم توی مجموعه پزشکی متصدی بیهوشی میشد، الان نه خبری از گروه صنعتی شیرین عسل بود، نه 15,000 خانواده سر این سفره می‌نشستند و نه مزه خاطر انگیز محصولات با کیفیت این برند ایرانی زیر دندون مردم 70 تا کشور جهان میرفت. یونس ژائله نمونه یک انسان موفقه که نه با حمایت و رانت و پارتی بازی، که با صدق نیت، پشتکار و خلاقیتش تونست طعم موفقیت رو بچشه. خب رسیدیم به پایان این اپیزود از پادکست داستان موفقیت. از خوندن نظرات شما بی نهایت خوشحال میشیم و اگه دوست دارید داستان موفقیت کسی رو تعریف کنیم برامون بنویسید تا انجام وظیفه کنیم. ضمن تشکر از همراهی شما تا داستان موفقیت دیگه شما رو به خدا میسپاریم. روز و روزگارتون خوش.